سلام دوستان، نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل رو با مطلب‌های مهمترین ترانسفری از بازار تابستانه منظورتان میکنیم. بازیگر سابقه‌دار تیم لیورپول جیمز میلنر بعد 8 سال بودن در صف اساسی تیم سرخان به برایتون گزارش نمود و شرطنامه زیر نقشه 1+1 نوشته کرد. جیمز میلنر که برای دسته کلوب دیگر پیر است، به پول به صف تورنه ها پیوست، زیرا اگر نمی رفت هم روز 30 میلیون با انجام مولت شرطنامه از در و دروازه های لیورپول خوشرو یکک بیرون کرده می شد. باید به طور مخصوص گفت که تیم نوی میلنر بعد اشغال زینه ششم در پریمیر لیگ انگلیا با همراهی خود لیورپول در لیگ اروپا بازی میکند. در مسیر 8 سال در لیورپول میلنر غالب پریمیر لیگ انگلیا شد، جام لیگ چمپیون ها را تاری سر برداشت، در گرفتن عنوان قهرمانی در جام انگلیا، سوپر جام انگلیا، سوپر جام اروپا و چمپیونات باشگاهی جهان هم با قول به کسی گردن نداد. تا تیم لیورپول باشد این پیر فوتبالی آهنین در صف منچستر سیتی، استون ویلا، نیوکاسل یونایتد و لیدز یونایتد از فوتبال باز بودن خود صدا بلند کرده است. اگر با آمارها نگریم، میلنر با 619 بازی دایر کردهش مقامدار زینه سوم در میان بازیگران است که شماره بیشتری بازی ها را در پریمیر لیگ انگلیا گذرانیدند. پیش از تنکه فوتبالی تنها گارت بری با 652 بازی و رایان گیگسی ناخلف، بازیگری که بارها از برای جنایت‌های شهوانی آبرو رسانیده است، با 632 بازی قرار دارند. از تیم سرخان باشد این پیریکا را در قطار رونده‌های دیگر با یک گرمی و صداقت بزرگ گسیل نمودند. در موسم جاری باشد میلنر 37 ساله در صف لیورپول 1284 دقیقه در 43 بازی گذرانیده شروع از موسم نو در صف تورنه ها بال زنی می کند. نفری دیگری رفتگی از لیورپول که تیم نو یافت نبی کیتا می باشد که بعد 4 سال بازگشت به بوندسلیگا نمود. از برای بازیگری که یک زمان لیورپول 60 میلیون یورو مصرف نمود به پول به ورده رفت. نیم حمایتگر 28 ساله گوینه‌ای چون فوتبال باز آزاد به تیم گزارش نمود که در موسم سپری شده بوندسلیگا زینه 13 را اشغال کرد. با تیم کلوب کیتا 6 جایزه به دست آورد که اینجا در مورد پیروزی در لیگ چمپیون ها و پریمیر لیگ انگلیا نباید فراموش کرد. در موسم سپری شده باشد کیتا 13 بازی بدون هیچ عملی نتیجه بخش در میدان گذرانیده. بعد مصرفیات 60 میلیونه بر این بازیگر لیورپول از رفتنش حتی 1 درهم هم کار کرده نتوانست. بعد رخصت دادن یک قطار بازیگران خوشنام، اخیراً لیورپول انگلیا از اولین و تا حال یگانه خریداری تابستانی خویش رسما اعلان کرد. این بازیگر چطور همگان میدانند قهرمانی جهان 2022 و همشهری مسی الکسیس مکالیستر از برایتون است که با رسیدن خویش به صف دسته کلوب رقم محبوب مسی را انتخاب کرد. مرسی سایدی ها هم بعد زورشان نرسیدن در خریداری جود بیلینگهم ناچار این ارژنتینی میانه حال را به تیزی گرفتند تا از دستشان این بازیگر را هم کسی چنگ زده نگیرد. پیشتر نزدیکترین رفیق ما در مطلب‌های ترانسفری فابریزیو رومانو اطلاع داده بود که گزارش الکسیس برای لیورپول 35 میلیون پوند ارزش پیدا نموده است. با معلومات رومانو مولت شرطنامه نو تا ماه ایون سال 2028 است. الکسیس 24 ساله در موسم قبلی با 12 گل و 3 پرتافت گلی از 40 بازی برایتون بیرون شده. اصلا بعد قهرمانشوی در قطر اعتبار این بازیگر هم به مثال همشهریان دیگری مسی آسمانی شده بود. تحت رقم 10 که الکسیس مکالیستر در صف لیورپول برآمد میکند پیشتر سادیو مانه، فیلیپ کوتینیو، مایکل اوون، جون بارنز بازی می نمودند. باز نشود که به مثال ایدن هازارد در ریال رقم محبوب دستوی را شخصی کند و دیگر به قول خاک از دستش نآید. لیورپول که با چنین ترانسفرهای به قول اندک و مندک اشتهایش را بسته میتواند ریال مادرید اگر شامل بازار شود با بازیگر میانه حال حتی با یک چشم هم نگاه نمیکند. ریال بدون هیچ بهانه فقط خریداری های شاهانه میکند. هر یک گزارش انجام داده ریال مادرید بالاتر از 100 میلیون یورو نرخنامه دارند.
این مورد باشد رئال تصدیق نمود که با جود بیلینگهم شرطنامه 6 ساله امضا کرد و بروسیای دورتموند باشد از 103 میلیونی کار کرده به همگان اعلان نمود. بر زمین 103 میلیونی گفتگی باز تا 30% از حجم مبلغ فروش من بعده بازیگر 19 ساله یا خود 39 میلیون یورو هم به خزینه آلمانی ها ارسال کرده می شود. بیلینگهم باشد خود سال 2020 به صفی بروسیای دورتموند از بیرمینگهم سیتی بر عوض 25 میلیون یورو آمده بود، ولی بعد گذشت 3 سال در بوندسلیگا آمارهای جالب این بازیگر نادر انگلیس یعنی 24 گل و 25 پرتافت گلی در 132 بازی امکان دادند تا 4 مرتبه گرانتر از نرخ خودش فروخته شود. انا این را کاری با عقلانه در بازار میگویند. نه که لیورپول از برای کیتا 4 سال پیش 60 میلیون داد و بعد پرداخت معاشی به درد و میان به این افریقایی چند پیش او را به پول دیگر باره با آلمان روان کرد. هنه از برای همین کارهایش لیورپول هیچ وقت بازی برقرار نشان داده نمیتواند. رئال مادرید بعد آنی که یک قطار بازیگران سابقه دارش را از مادرید گسیل کرد، ناچار جوانانی یک دم در اجاره داشته را بازپس میگرداند. براهیم دیاز از زمره آن جوانانی موقتا نالازم تیم شاهانه بود که بعد 3 سال به رئال برگشت و شرطنامه تا سال 2027 تمدید نمود. نیم حمایتگری نامبرده بعد 3 سال اجاره‌ای در میلان بازگشت به تیم فلو پرز کرد. یادداشت میکنیم که دیاز به صف رئال از منچستر سیتی سال 2019 گزارش کرده بود و در هیئت تیم شاهانه قهرمان اسپانیا و دارنده جام شاهیگری این کشور شده است. اما اگر به پهلوی دیگری بازگشتی نفری 23 ساله نگریم، نفرانی رفتگی از دسته گواردیولا کم اندر کم روزهای نیک میبینند و اینجا پیش از همه گپ سری ناچخانه خود بازیگران است. مثلا با رفتن اریک گارسیا و جیدون سانچو من سیتی هیچ زخمی زیادتی ندید، ولی این بازیگران هم در نوبت خود در تیم‌های دیگر به قول از آسمان ستاره نفرآوردند. بازیگر دیگر را که رئال به خاطر جوانی کنی پوره صف خویش بازپس آورد، دفاعگر فران گارسیا از رایو والیکانو می باشد. نفری که از سال 2018 تا سال 2021 در رئال مادرید بود. دفاعگر با تیم شاهانه شرطنامه نو به مهلت 4 سال نوشته کرد. اطلاع داده میشد که رئال نقطه خریداری برگشتی بازیگر را بر عوض 10 میلیون یورو فعال نمود، ولی فقط 5 میلیون پرداخت میکند. زیرا سال 2021 درآمدی 50% از فروش منبعه گارسیا را فعال کرده بود. در موسم سپری شده فران 3408 دقیقه در لالیگا عرق جبین ریخت و این هم وقتی بیشتری در میدان بوده از همه بازیگران است. این بازیگر نوی رئال مادرید 2 گل وارد دروازه بارسلونا و اتلتیکو نموده، 3 پرتافت گلی دیگر در آمار دارد. با داشتن چنین آمارهای جالب به دروازه رقیبان ازلی میتوان گفت که فران گارسیا جوان الکی علاوه چشم تیم خاوی را گرفته است، ولی وقتی سر به سر شوی با دسته پپ چی می شود این را فقط وقت معلوم می کند. سخن آثری نویگرهای رئال که تمام شدند، گپ و کلاچه ها همانا اطراف دوست و دشمنان این تیم میپیچد. اینجا منظوری سخن PSG است که محض به خاطر رخصت ندادن امباپه با مادرید با تیم پرس یک زمان سخت دشمن شده بود، ولی نوبت باشد خودی پاریژیان دیگر به ناز و نوز امباپه تاب نآورده او را به بازار برآوردند. شیخان عربی دیدند که دیگر به عوض پول نگاه داشتن چنین بازیگری نادر در یک تیم بهتالی معنی ندارد. نرخنامه امباپه را در رسته‌های پیش بازار تابستانی به قول کشال هم کردند. این نرخنامه قهرمانی جهان 2018 و ناهیب قهرمانی چمپیونات جنجالی قطری هم 150 میلیون یورو است. معنی گپان است که هر کس زور باشد و یا پول داشته باشد مرحمت 150 میلیون یورو طریق الف یا دوشنبه سیتی نه، بلکه به خزینه بانکی پریباس گذراند و امباپه را گیرد. نشریه آمریکایی ESPN بران است که قهرمانان ابدی در فرانسه ولی در لیگ چمپیون‌ها بخانه آماده گوش دادن به پیشنهاد خریداری امباپه تنها بر عوض 150 میلیون یورو هستند. این هم به خاطر آن است که امباپه سال 2024 به پول پاریژ را ترک نکند. اگر یادتان باشد سال 2021 رئال از برای امباپه تا 200 میلیون یورو وعده کرده بود،
ولی آن وقت نیروی بزرگ پولهای شیخان سر امباپه را به قول توپ داده بود. این مورد اگر پرس بخواهد که وقتی مبارزه با سیتی شماره سقیچ‌های انچلوتی تیزترک تمام نشوند و باز هم گواردیولا شادان خانه نرود، باید که 150 میلیون یورو از کیسه شاهانه بیرون برآورند. زیرا کلاسیکای بین مسی و رونالدو دیگر به فراموشی رفت. اکنون فرصت مبارزه ها بین امباپه و هالند هم رسیده است. تغییرات دیگری کادری در اسپانیا به ریال دیگری دخل دارد و این هم ریال از سان سباستیان است. گپ سر ریال سوسیداد می رود که با سروان تیم رن اماری تراوره شرطنامه امضا کرد. بازیگر 31 ساله از کشور ملی آفریقا شرطنامه با جنوب اسپانی تا تابستان سال 2025 نوشته نمود. تراوره به اسپانیا چون فوتبال بازی آزاد آمد. در موسم جاری اماری 36 بازی در صف رن گذرانیده صاحب آماری 1 گل و 4 پرتافت گلی است. باید اشاره کرد که تابستان قبلی مز همین بازیگر را بارسا زیر نشان گرفته بود، ولی شروع از موسم نو تراوره سری دسته خاوی را به قول ویران خواهد کرد. بازیگر دیگری رن فرانسوی را باشد سیویلیا به دست آورد. لایک بده که در لیگ اروپا به دروازه امیو گلزنی کرده بود، میمبا در اسپانیا با پرگی صاحب جای کار می شود. فرانسوی 23 ساله که در صف تیم اندلوسی طریق اجاره بازی می نمود، شرطنامه کاری پورا با سیویلیا امضا نمود که مهلت آن تا سال 2027 است. بازیگر دیگری که با انجام موسم به لیگ یکم فرانسه وفا نکرد اوساما اواری لیون است که با روم مورینیو شرطنامه کاری امضا نمود. بازیگری 24 ساله که چند پیش با المپیک لیون خیرباد گفت با جانب ریمی شرطنامه تا سال 2028 امضا نمود. در موسم انجام یافته نیم حمایتگر 14 بازی در لیگ یکم گذرانیده تنها 1 گل دارد. با این آمار تلخ و تاریک البته موندن در لیون هم آنقدر معنی نداشت، ولی ممکن با آمدن به روم ژوزه او را از خواب بیدار کرده تواند. وابسته به نتیجه سنگین و قهرمانی با عرق جبین در موسم قبلی، باواریا میونخن هم این تابستان از پیشتر دیده در بازار فعالتر است. اولین شرطنامه نویسی باواریا هم با کونراد لایمر است که تا سال 2027 مهلت دارد. نیم حمایتگر به پول صف اربی لیپزیگ را ترک نموده بود. نیم حمایتگری 26 ساله منتخب اوستریا لایمر به صف اربی لیپزیگ تابستان سال 2027 گزارش نموده بیش از 190 بازی در صف برزگاوان گذرانیده است. در این مسیر او توانست 15 گل به ثمر رساند و 2 مرتبه دیگر جام آلمان را به هیچ کس نداد. پس این طور باشد توخیل هم به امید است که با این بازیگر دسته میونخنی اقلا در مسابقه‌های داخلی به قول رنگی سگ عذاب نخواهد کشید. در انگلیا باشد به غیر از جمع‌آوری قلفینای در نزد فرم‌ها، بازار ترانسفری هم چون هر وقت گرم است. گپزن اساسی بازار فوتبال انگلیسی پیش از سیتی، زیرا مالک زاغان بایتر از مالک دسته پپ است. نیوکاسل یونایتد برای وضع 7 میلیون یورو بازیگر 18 ساله ادنس یانکوبا مینته را خرید و همان به اجاره به فینورد فرستاد. به طور رسمی باشد مینته روز 1 ایول بازیگر زاغان می شود، ولی چطور گفتیم موسم نوین را بهر تجربه گیری در ایرادیویزی می‌گذراند. در 17 بازی چمپیونات دانیا فوتبال باز 4 گل و 6 پرتافت گلی دارد. با انجام این ترانسفر میتوان گفت که پولداران عربی از نیوکاسل هم فعل چلسی را یاد گرفتند. دسته‌ای که تا 30 بازیگر جوان در اجاره داشت و بعداً جریمه خوب هم پرداخت نمود. زاغ اگر 7 میلیون در بازار صرف نمود، زنبور سرویران 22 میلیون از جای برآورد. گپ سری برندفورد می رود که بر وضع 22 میلیون پوند استرلینگ کوین شادی در اجاره بوده از فرایبورگ را پورا خریداری کرد. این هم خریداری رکوردی در تاریخ این تیم است. بازیگر کناری 21 ساله که به صف برندفورد زمستان طریق اجاره آمده بود، شرطنامه پورا تا سال 2028 امضا نمود. شادی در صف برندفورد 18 بازی در پریمیر لیگ انگلیا گذرانیده، مؤلف 1 پرتافت گلی هم شده است. ولی این تیم انگلیسی باشد با انجام موسم زینه نهم را اشغال کرد، چیزی که به صاحبان این تیم پسند آمد و پرداخت 22 میلیون رکوردی هم
از برای بازیگر برایشان حیف نشد. دسته هفتم پریمیر لیگ انگلیس باشد گریزه در بدل لستر سیتی غوطیده به چمپیونشیپ را قبول نمود، یا به طور دیگر گویم استون ویلا برمینگهم با یوری تیلمنز شرطنامه امضا کرد. ویلنها و نیم حمایتگر 26 ساله بلگیوی شرطنامه را امضا نمودند که روز 1 یول مورد عمل قرار میگیرد. تیلمنز صف اساسی استون ویلا را چون فوتبالباز آزاد پره نموده خبر داده میشد که نسبت یوری بارسلونا، آرسنال و میلان توجه داشتند. بعد اینقدر آوازه ها به برمینگهم رفتن بازیگر از آن میگوید که کل سر و صداها اطراف این بازیگر به قول فیک بودند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.